شما امیدوارم حالتون خوب باشه. ما همون تیم 3 نفره ایم که قراره واسهتون ویدیو یوتیوب بگیریم، کلی خاطره جدید و تازه کنار هم بسازیم. من علی چشرنگی ام، حالا اونجور که بچه‌ها میگن ما هم گفتیم لقبمون همینجا بذاریم. ایشون رفیقمونه، بهش میگیم حسینتی. داشت این ساکته، خب علی اینو بدش کن. ما اینو بیشتر آوردیم واسه ویدیو گرفتن. آره اینو فقط آوردیم تا میتونین ازش من یه کار میکنم، بسازیم. اونم یه کار میکنم ولی هیچ غلطی نمیکنه. این فقط ازش میم بسازیم. خوبه که چرا آوردیم شبیه؟ حالا بعد مظلومه ولش کن. معرفی کن. یتیمه بلش. معرفی کنم کجا؟ من 500 تا لقب دارم به خاطر یوتیوب. بچه‌ها گفتن حسینتی، من گفتم اشکال نداره، همون حسینتی. قراره کلی با هم خاطره بسازیم. امیدوارم که هیت نگیریم، ادامه بدیم. آره اومدیم پر انرژی شروع کنیم. حالا ببینیم چی میشه دیگه، هر چی خود. من علی هم بچه‌ها واقعیت من لقبی پیدا نکردم. هیچ لقبی نبودش. هر چی فکرم کردیم پیدا نشد. پیدا شد مثلا خودش دلش نخواست. آره. هر کی اگر لقبی داشت تو کامنت ها بگه. لقب متفاوت واسش انتخاب. بله. ما بچه واقعیتش یه یوتیوبر تازه کاری. خیلی تازه کار بودن، از صفر شروع کردن، بدون امکانات شروع کردن. ما هم امکانات خاصی نداریم، از هر چیزی که دم دستمون بود سعی کردیم بهترین محتوا، بهترین ویدیو رو برای شما بذاریم. سعی میکنیم خیلی بهترم بشه ویدیومون. حالا فعلا پول نداریم، واقعیت پول بیاد دستمون خیلی ویدیومون بهتر میشه. یه دیزاین مرتب واسه اتاقمون، واسه بچه‌ها. اگر نظری هم داشتید حتما تو کامنت رو ویدیو رو لایک کنید. قراره واسه اتاق یه دیزاین مرتب و خوب بچینیم، انتخاب کنیم. حالا بچه‌ها گفتن که از شما هم یه نظری بگیریم. بچه‌ها شما اگه واسه بک‌گراند این پشت اگه نظری چیزی دارید توی کامنت ها میتونید به ما بگید. فقط ما ایلان ماسک نیستیم، در حد 60 تومن. نه داشت 60 تومن که نه. هر چقدر بود بگید. تا 1 تومن. 1 تومن کمه. تا 10 میلیون. ما 10 میلیون بودجه داریم. تومن. آره داشت من میدم. و در مورد کیفیت دوربین حسین اصفهانی نمیصرف. و بعد در مورد کیفیت دوربین صدامون هم نظر بدید. اگر بده که گوشیمون رو عوض کنیم. اگه میخواید صدا بهتر بشه پس این ویدیو رو لایک کنید. این داداشمون قفلی داره. آره حالا اینجا این پشت ما یه بک‌گراندی میخوایم، یه دیزاین خیلی مرتب که مثلا چجوری بگم؟ همگان پسند جوانان پسند. مثلا به دل شما هم بیاد این پشت، مثلا ویدیو ما رو میبینید، اتاق ما رو میبینید، خوشتون بیاد، خوشحالتون کنه، یه وایب خوبی بده. و بچه اینم بگم که ما الان ما 3 تا پسر 15 ساله هستیم. احتمالاً خیلی من 16 سالم. حاجی اینا رو ولش کن، میدونی چی خوبه؟ این هم صحبت کردیم گوشی 5% الان خاموش شده باشه. نه خاموش نشده. ما الان 3 تا پسر نوجوانیم 15 16 ساله. پس اگه میخوای بشه 17 ساله این ویدیو رو لایک کنید. یه 3 تا پسر نوجوان 15 16 ساله. میدونم یه سری قرار بیان بگن که دوربین آقا میدونم یه سری قرار بیان بگن که بچه ساله میتونم حرف مفت بزنم. ولی به بخوام نیست. نه اینجوری که داشت نه بوق میذاریم خیلی زشت. سانسورش کنه دیگه. خیلی زشت. به هیچ جامون هم نیست. بچه شارژ گوشیمون تمام شد مجبور شدیم کاتش بزنیم. و اینکه امیدوارم موفق باشیم و پشتیبانیمون بکنید، خوشمون باشید، ساب بکنید. میدونم هیت میخوریم، زیاد هم هیت میخوریم، ولی خب فدا سرمون. یه سری هم واقعا هستن که حمایت میکنن، واقعا از همه دم اونایی گرم که حمایت میکنن. عشق منه. حالا یه چی بگم؟ پس این ویدیو رو لایک. پس چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. ان شاءالله تجهیزات ارتقا میدیم، ویدیو بهتری واسهتون میذاریم. با تجهیزات بهتر. دیزاین اتاقم حتما تو کامنت ها نظر بدید. یادتون نره. و شما که این ویدیو رو دیدید و اگر وقت بذارید یه لایک و ساب بکنید هیچی از شما کم نمیشه. و ممنونتون میشیم و مثل بقیه نیستیم که بخوایم گدایی لایک و ساب بکنیم. اگر از ما خوشتون اومد حتما لایک کنید، ساب کنید. اگر هم خوشتون نیومد فدا سرتون. نخواستی لایک نکن. ولی آدم باش و هیت نده. تا یه ویدیو دیگر بدرود. خدا نگهدار.